2 نفر بیشتر وجود نداره. کوچک نیستی. چرا با معصیت خدا خودمون رو کوچک میکنیم؟ 2 نفر فقط. یکی ذات الله هست، دوم انسان است، فرمانده و جانشینش. کسی دیگر هست؟ الله گفته من بعد از من نفر دوم جانشین من. جانشین الله کیه؟ جبرائیل؟ انسانه. این موقعیت رو شما تشخیص داده بودید که شما چه موقعیتی دارید، چه حرمتی دارید؟ و همیشه قدرت فرمانده به جانشینش منتقل میشه. جانشین یعنی کسی که حق امضا رو داره. از خانه که میخواد بره بیرون، بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوة الا بالله. فرشته میگه که هدایت شدی، حفاظت شدی، کفایت شدی، شیطان از تو دور شد. اگر کسی در روز 100 بار بگه لا اله الا الله، از اون بهتر روی زمین کسی وجود نداره مگر 1 نفر. اون 1 نفر کسی که همتش بالاتر باشه 101 بار بگه فقط. یعنی قلم دست خودته، به خودت نمره بده. بهترینی بیا 15 18 20 100. گفته از اون کسی بهتر روی زمین نیست مگر کسی که 101 بار 1 بار همتش بلندتر باشه. بهترین ذکر خدا تلاوت قرآنه. خداوند میگه 2 تا صدا من خیلی